سلام و وقت بخیر. حکومت میگوید قرارداد دوحه از ضیاع وقت می باشد و مطابق آرزوهای افغانها ساخته شده است. امروز یک سال از امضای قرارداد دوحه میان امریکا و طالبان میگذرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور میگوید یگانه راه رسیدن به قدرت متحد بودن به جمهوریت و انتخابات است و از جوانان خواسته تا از نظام حمایت کنند و در مورد کشور حساس باشند. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان سفرهایش را به شمار از کشورها آغاز کرده است و اکنون به آلمان رفته و قرار است به امارات متحده عربی، پاکستان، افغانستان و از شمار از کشورهای دیگر سفر کند. روسیه میگوید از برپا شدن نظام امارات در افغانستان حمایت نمی‌کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از طالبان خواسته تا خشونت‌ها را کاهش دهند و بر موارد قرارداد عمل کنند. و حکومت میگوید فعالیت حزب التحریر در افغانستان غیر قانونی است. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور میگوید تا ثبت حزب التحریر در وزارت عدلیه برایشان اجازه تبلیغات دادن نخواهد شد.